مرکز رابطه با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از بازداشت رئیس کمیته زمین نویه رشت علیمردان جباروف با اتهام غیر قانونی فروختن قطعه‌های زمین و گرفتن و دادن پوره خبر داد. در گزارشی که شام 20 مای سال 2023 در برنامه اخبار در تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد، گفته می شود که جباروف علیمردان سایغفرانویچ سال تولدش 1988 زاده و ساکن دهه صوفیان جماعت به نام باقی رحیمزاده نویه رشت با سوء استفاده از مقام و باوری شهروندان به خرید و فروش غیر قانونی قطعه‌های زمین دست زده است. بارای قلابی و با میانروی جباروف علیمردان تنها در 4 ماه اول سال 2023 از ساکنان نویه رشت شایف اکرام، نظیروف شیرالی، یوروف رحیم جان، حسینوف رحیم جان، مردانوف جانیبک، بیکوف ارشاد، سلاموف امریدین، محمدوف دلشاد، حمیدوف نعیم جان، سیمویدینوف قابل جان و دیگران غیر قانونی قطعه‌های زمین ابلگی جدا گردیده به رسمیت درآورده شدند. گفته می شود در گزارش کمیته امنیت ملی خود علیمردان جباروف در این گزارش دست داشتنش در فروش زمین ها را اعتراف کرده و از جمله گفت با هر کدام از این ساکنان نویه رشت برای جدا کردن قطعه‌های زمین ابلگی به مبلغ 2000 سومانی مصلحت میکردم. مثلا برای یوروف رحیم جان برای وابسته کردن قطعه زمین از جماعت نصرت الله مقسوم، سلاموف امریدین از جماعت قلعه سرخ، بیکوف ارشاد ساکن جماعت جفر و دیگران من در عوض 2000 سومانی امضای رحیم جان مقیمی رو می گرفتم. رحیم جان مقیمی فعلا رئیس نویه رشت است. ماه ینور سال جاری خود مقیمی در چارچوب پرونده فروش منصب رئیس شعبه معارف این نویه دستگیر شده بود، ولی در نهایت بعد دخالت پشتیبان‌های پرنفوذش از بالا مسئولیت منصب فروشی را به گردن رئیس دستگاهش خال محمد ارتقوف گذرانده خود رئیس نویه را در آن پرونده پرسر و صدا به شاهد تبدیل دادند. دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی گفت بعد آشکار شدن اعمال غیر قانونیش علیمردان جباروف خواست با پیشنهاد پوره به کارمندان امنیت خود را از جوابگری خلاص کند، ولی به مقصد ناپاکش رسیده نتوانست. 8 مای سال 2023 علیمردان جباروف هنگام کوشش دادن پوره به مبلغ 30,000 سومانی با دلیل‌های شیعی دستگیر شده است. به ضد رئیس مکنون سابق کمیته زمین نویه رشت بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان 320 دادن پوره و 323 ساختکاری خدمتی پرونده جنایتی گشودند و او برای ساختکاری خدمتی همچون جزا یا جریمه تا 2 سال زندان و برای دادن پوره تا 10 سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد که اکثر منصبداران با پوره به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه ناچیز از جوابگری جنایتی خلاص می‌شوند و یا مثل رئیس نویه رشت با کمک پشتیبان‌های پرنفوذ خود پرونده را چنان تاب می‌دهند که منصبدار پوره‌خور را سرانجام می‌توانند به شاهد تبدیل دهند و حتی همچون جبر دیده هم جلوه دهند.